اما چند روز پیش مأموریت اعزام شدم. لحظه‌ای که رسیدم شعله از تو پنجره داشت میزد بیرون. انفجار منزل. یه زنه دستاش از مچ نبود، دماغ نداشت، تو حریق آب شده بود، انقدر داغ بود. با مچاش لباسمو گرفت، با هر کاری میکنی بچه‌مو در بیار. رفتم تو خونه، هرچی گشتم بچه رو پیدا نکردم. اومدم از در خونه بیام بیرون، خیلی داغ بود. صدای موهای خودم میشیدم داشت کس کس میکرد. دیدم بچه پشت در، بچه رو بغلش کردم. به مزه دست زدم به بچه، فکرم من مادرشم. گفت مامان. بغلش کردم، بچه تو راپله سرش رفت مرد تو بغل مادر. من روم نمیشد بچه رو بیارم بیرون تحویل مادرش بدم. من فهمیدم مادره به خاطر اینکه نداشته خرج خودش بچه رو بده شیر گازو باز کرده. بعد پشیمون شده بود. صدای تمام اتفاقات شهر رو پشت شبکه BC میشنوید. قبلا هر ماهی یه نفر خودکشی میکرد، حالا یارو شکستش که الان روزی 5 نفر دارن میمیرن مرگ خودخواسته. یارو رو پل نمایشگاه خودشو داشت میداخت، با این داد میزد، میگفت ندارم خرج زن و بچه‌مو بدم. حسن من اینا رو دارم میبینم، داشت برای همین فشار رومه. یا تمام خودکشی ها مردن، همه مردن، نهایتا از هر در نفر دوتاشون زن باشن. به قرآن دارم میبینن هر دو. چرا ایشی به خودش نمیاره؟ ماشین پیاده شدم سر مأموریت، یارو با 90% سوختگی میگه خدا رو شکر تموم شد، خدا رو شکر تموم شد. من فکر کردم منظورش اینه که خدا رو شکر تموم شد این سوختنه. بهش میگم داداش خوب میشی؟ میگه من یه هفته است میخوام خودم بکشم، امروز خدا گذاشت تو کاسم. بابا اون بالایی من نمیدونم یه روز بیا پای شبکه آتش نشانی و اورژانس و 110 بشی، به این مردم پای فاتحشون داره خونده میشه. اصلا مردم دنبال اینن راحت ببینن. به مرگ مادرم دارم راست میگم، مردم دارن دنبال مردنن دیگه، دنبال این یارو کار کنه پول در بیاره، نه دنبال اینه بمیره. چرا هیچ کاری نمیکنه؟ بخواه من دلم میسوزه چون پول ندارم کمک کنم. من اگه پول داشتم کمک مردم میکردم و دلم آروم میگرفت.